خب هممون از بچگی یه سری آرزوها داشتیم دیگه. مثلا آرزو داشتیم که وقتی بزرگ میشیم دکتر بشیم، مهندس بشیم، نمیدونم این شغل رو داشته باشیم، اون شغل رو داشته باشیم. من همین اول کاری میخوام بپرسم که شما چرا یعنی از بچگی نمیخواستید دکتر یا مهندس بشید؟ با سلام. والا حقیقت من بچه که بودم دوست داشتم ولی فقیه شم. حالا حمیدمونو نمیدونم. والا من بیشتر دوست داشتم یه چیزی تو مایه های آقا محمود بشم، یعنی یه چیز تر و تمیز که حالا نمیشه گفت کر و کثیف. از چه سالی شما وارد حوزه شدین؟ بچه که بودیم تو حوض آبتنی میکردیم، بزرگ که شدیم دیگه رفتیم حوزه، پیرم بشیم ایشالا میشیم مثل آقای جنتی میریم تو موزه. و چه فرقی دانشگاه با حوزه داره؟ یکی از فرقاش اینه که دانشگاه محل کسب علمه اما حوزه محل کسب درآمده. تو حوزه مسابقات المپیک هست که تو دانشگاه نیستش. رشته هایی مثل طناب زدن با عمامه، پریدن از حوض با عبا، پرتاب نعلین، بالا رفتن از منبر با چشمای بسته، آخرش هم هر کی برنده بشه بهش کمربند مشکی کشف الاسرار امامو میدن. جایی هم که امتحان ندادید؟ نه، چون اگه جای هم امتحان میدادیم زیاد فرقی نمیکرد، جفتمون خنگ بودیم. یادمه پدرم عاشق جواد دولابی همیشه شب امتحان به اون میگفت گوساله ها بتمرگید یه غلطی بکنید تا فردا یه خری بشید تا لااقل توی طویله ای راتون بدن. شما الان من باید بهتون بگم شیخ حامد، درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین حامد مدظل العالی هستم. شما حامد، شما من آیت الله العظمی حمید ارواح و نافدا دامن تو این ور اون ور هستم. بله. بعد شما برای دانشگاه رفتن چه هدفتون چی بود؟ جاسوسی، آدم فروشی در راستای پیوند حوزه و دانشگاه. آقا پیوند تا مبارک. شما آرزوتون چیه؟ من آرزو دارم که کچل بشم تا دیگه تا آخر عمر پول سلمونی ندم. شما چند تا فرزندین؟ 5 تا پسر کاکلزری. 5 تا برادر، 5 تا بعد شما فقط دو اولو هست. بله. به قول پدر مرحومم آشیخ دولابی همیشه به ما میگفت تو تموم بچه‌های من شما دوتا مثل یه پهن گنده‌ای هستین که با دوچرخه از وسطش رد شده باشن. البته من اون قسمت بزرگترم دیگه. آقا من سوال بپرسم ازتون، جین بپوشیم اشکال داره؟ بستگی به مصلحت نظام داره. اگه مصلحت نظام ایجاب کنه جین سهله، شلوارک هم آقا شما میتونی بپوشی. موهامون رو ژل بزنیم اشکال داره آقا؟ عرض کردم مصلحت نظام و امضای عظما پاش باشه، ژل که هیچی، تلم میتونی بزنی. ببین آقای مرجی، از جین انداختی تو ژل، لابد بعدش هم میخوای بپیچی تو مدل موی تیفوسی و میکروبی و همینجا یا سر و ته کن یا حمید ما رو پیاده کن. ببین حمید ما تهدید داره. همین چند وقت پیش یکی اومد به من گفتش که این حمیدتون رفته تو کار مواد. گفتم مواد چیه؟ گفت یه چیزایی که میکشن میرن فضا. رفتم گفتم حمید مواد میکشی؟ گفت نه جون داداش چطور مگه؟ گفتم خفه شو کر خر، تو فضا دیدنت. میدونی به خاطر همین دور این حمید ما رو خط بکش. من جوون دوست دارم پولدار بشم، دوست دارم لباس خوب، ماشین خوب سوار بشم. با این چی کار کنم؟ با این چیکار کنی یا با اون چیکار کنی؟ ولش کن. صحبت ماشین شد. یک بار این آقا حامد ما برای اولین بار سوار پرایدی که از طرف بیت ولایت بهمون داده بودن شد. زنگ زد به من گفت داداش سرمون رو کلاه گذاشتن. گفتم چطور؟ گفت این پرایدی که بهمون دادن نه ترمز داره، نه کلاژ داره، نه دنده، نه فرمون. گفتم همین تویی؟ گفت آره. گفتم خره صندلی عقب نشستی، گم شو به تمرگ جلو جا راننده. حالا این که چیزی نیست. این حامد ما یه بار رفته بود امتحان رانندگی داد، برگشت ازش پرسیدم قبول شدی؟ گفت والا معلوم نیست، ماشینو زدم تو دیوار، سرهنگی رفته تو کما، منتظرم برگرده ببینم قبول شدم یا نه. من این سوال رو از یکی از بزرگوارم حاج آقای عبودزاده راوی جنگ بودم پرسیدم آقا چی کار کنیم که خط نامه هامون کوفی نباشه؟ خط نامه هامون کوفی نباشه؟ خب خط رو عوض کن. خط تیتر هست، زر هست، رویا هست، بدر هست،
اصلا تیپ نوع بدر هست، سپاه قدس هست. نوع خط که مهم نیست، مهم خط ولایت. خیلی متشکرم. 30 ثانیه فرصت داریم شما با جوان‌ها با این دوربین صحبت کنید، فقط تو رو خدا نصیحتمون نکنید، حرف جوانونه با هم بزنید. باشه برای اینکه نه دعوا بشه نه نصیحت باشه، یه خاطر از همین حامدمون من براتون میگم. این حامدمون یه بار تو جریان فتنه اخیر که مقام عظما خیلی افسرده شده بود، تصمیم گرفت خودکشی کنه. سرش هم گذاشت رو ریل قطار. ما هم گفتیم دیگه تمومه دیگه، ریغ رحمت رو سر کشید. اما فرداش روزنامه کیهان نوشت یک روحانی ولایت مدار که به قصد خودکشی سرش را روی ریل قطار گذاشته بود، بعد از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت. جناح سخت سر که میگن همینا، همین حامد ما جزء جناح سخت سر.